برای بچه کل توی وایسی من یه دیگه دوربین رو عوض کنم. بسا اوکی. حالا سلام برای بچه کل توی اومدیم امروز بدوارز بازی کنیم. بریم قراره این سری رو ادامه بدیم. این اولین ویدیو لانج منه، قراره خیلی ادامه پیدا کنه. البته اگه پیمایت کنه مثل اوکی بچنیم حاجی. امیدوارم فقط چیزای بتونیم زود چیزای خوب به دست بیاریم. آیرون و این چیزا هیچ نکنم تو این قسمت بتونیم مثلا نهایتا 10 دقیقه 12 دقیقه این قسمت باشه. خب مثلا من 30-40 دقیقه شاید بازی کنم. خب 30-40 دقیقه نه خدا باشین مثلا 20-30 دقیقه من شاید بازی کنم ولی تو کات میکنی ستش ایدیتور خودمم. خب چنین ما بدش و بعد سوپ حالا واسه یه چند بزرگ کنیم فضا خیلی کوچیک. حاضی من ترس از فضای کوچیک دارم. نمیدونم میتونم تا همچین چیزی نشنیده بودیم ولی خب برای مهم نیست. اول از من میشنویم. یه چند سوپ بزن کنیم. اوکی کرافتینگ تیبل رو بذاریم. کرافتینگ تیبل من بچه انگلیسی بلدم. من خواستم بهتون نشون بدم پوز بدم. اوکی بچنیم. Heymaneleri doludu şıngılın alay nalay Üstüme çölce düştü şıngılın alay nalay Dedim beşer gol komşum verciye یا این یه جا بسن گوسفند خره خدای خدا ایف دستم بسته سوزه نه بلش کن komşum ver به چه درده میکنه چه پشمی چه درده. خب شبم میکنه چه فایده داره. مثلا بدوست بلد نیستم بلد نیستم اصلا یه ذره komşu برو اونجا دیگه. تو هم واسه نگاه میکنی من اونجا گوسفند کسایی که منو ساب نمیکنن ولی کنن لایک کنین. اگه لایک کنین اگه لایک نکنین تبدیل میشین به یک گوسفند. اگه لایک کنین فردا صبح که از خواب بلند میشین کنارتون یه نوجه خوشمزه اصلا میبینید. راحت میتونین بازش کنین. باز کنین ازش کنین بچنین بچم اینو بذاریم اینجا. چیز مهم رو بذاریم اگه افتادیم از دستش ندیم. بذار مثلا بیره چه بیره گذاری من خوبم. اوکی بس تو رو خدا برو اون بر. تو رو خدا ببینید اگه میخوام من پول داشتم و محتوای بهتری را بدم شما باید من رو حمایت کنید. الان سر و صدا میاد چون اصلا اتاقم مثلا یه فوت کنی اصلا میریزه. من وسایل ندارم از صفر شروع کردم کاملا از صفر ولی اگه موفق شدم که فیچ کجا رفت توس کن وای کن اصلا بیفته بمیره به من. آره اگه موفق شدم میتونم این جمله رو بگم که من از صفر شروع کردم هیچ نکنم فعلا موفق بشم. اگه این ویدیو یهو 10,000 ویو خوره چه حتما یوتیوب هم برام ریزه 10,000 ویو تو اولین ویدیو لانج. حاجی ولی اگه 10,000 ویو بخوره چی میشه؟ آخه پاره شدم حاجی. گم شو بمون اونجا حاجی جدا گوسفنده. ببندیمش اینم بچنیم. رفتیم فاز حاجی چه زود میره فازه بعد راحت کجاش سختی اینو همه میجن ساختی من چه ایزی تمام زیاد داره دل من بسته به اون خاطر خاشم یه چند ساله باز اومدم با دست پر خاله دست نه دستم داره میشکنه. یه گوسفند یه خوچ داد. خوچ حرامه گم شو. این به خدا تو هم بخوای اعصابمو خورد کنی همینجا میندازمت پایین. اسمشو میذارم باید چی شروع بشه مثلا کاستا. اسمشو میذارم کاستا. خود نوشته اسم من خیلی چرته. خب بعد اسم این خود رو گذاشتم کاستا. ببین کاستا ببین
گم شو اونور کاست واتا ریدم مگه مرض داری خب ای نه میگم حرام میگم نه خوچه نفس حرومه از اول من میکشتمش کاستای باید چه رد و باید نکشمون جمون جدا چقدر خطرناک بابا چی چند توپ زن کنیم باید بزرگ کنیم بزرگ اینجا اوکی بزنیم اسلب بازی من جدا خیلی چیزی به درد بخوری اسلب چه گفت بدوار خیلی به درد بخوری من شاید جانم چیز نکنم بازی نکنم ولی خیلی دیدم فنشم مثلا ولی الان شروع کردم بازی کنم اصلا هیچ یادم نیست این کار است هیچی اصلا هیچی آتیش پشمام سر زدم اسکورپورو چیز گذاشت ویدیو گذاشت من این سنگ رو دوست ندارم. منظور چیه؟ اون که فقط یه سنگ معمولیه. حرف بدی زدم؟ شبیه اون تمومه دیگه آها نمست خونه لوکس زیباه واسه اینجا رو بفونم آها اینجا رو بفونم بسا آها بسا آها خب از این نمیخواد زامبی مونده بیاد اوکی دیگه بسا آها باید بشینی بیایی آها اوکی باید نمست خونه بسیار زیبا حالا یه چم اینجا مثلا خالی کنیم آها خب اینو بشنم رو باز کنم واسه آها اوکی یه دونه در بسازیم واسه نه در پیل کنم واسه بیلی بسازیم بچنیم آی نه خسته شدم از زود تموم کنم بچنم آها بچن یه گاو بنا گاو بس اینو کنمش این تو با گم شد پای نه با گم شد حروم زاد برو میدونی چیه برو گم شد به انم این اصلا خود خودش اومد پایین گم برو حاجی نیفت به خدا بریم بیفتی پایین ویل میکنم و بلاکو میرم گم شو گاو خری نفهمه اینجا رو بچن مثلا تو اسکو گاو به چه درد میخوره شیرشو میخوام تو کار بریم چه کار دارم مثلا آها یه ساعت دارم به خدا این دوباره بندازش پایین میکشم برو آجی بیرش بندازی پایین تمامی ببین آجی ببین اون خودش رو اسکاله داره چه گوی میخوری اونجا داره سرخ و فلج میزنی اصلا ببین برو گم شو ببینم میتونم خداحافظ من خسته خداحافظ صبر کنین خداحافظ